وطندارای عزیز، سلامتی منجی بشر، سرور سلامتی، عیسی مسیح قطع تمامی شما باشه در هر جایی که هستین. خدا شما را دوست داره و خدا را شکر میکنیم برای یک روز دیگه که او برای ما فراهم کرده. او برای ما این روز بخشیده. هر روز که در زندگی ما میایه این بخشش خداست، از جانب خداست. هیچ روز بدی نیست. و اما ما انسان ها هستیم به خاطر گناه ما که ما مشکلات عمیق را در زندگی خود می داشته باشیم. خدا ما را دوست داره و او از اول ما را دوست داشته و تا آخر را ما را دوست داره. از همین خاطر او انجیل خدا برای ما داده، یعنی خبر خوش خدا برای ما داده. انجیل از کلمه یونانی اوانگلیون گرفته شده که وقتی که ترجمه کنیم میشه خبر خوش و یا مژده و یا زیر به پشتو، چرا که خدا ما را دوست داره و او میخواد که ما خبر خوشش بشنویم، خبر خوشش بخوانیم، خبر خوشش قبول بکنیم. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. کلام خدا برای ما میگه که خدا یگانه تحفه خدا، بهترین تحفه خدا، یگانه پسر خدا برای ما انسانها داد به صورت قربانی عظیمی که او بر صلیب انجام داد. او محبت خود در حقیقت در عمل برای ما نشان داد که من یک شما را دوست دارم که حتی جان خود برای شما میتم. من جان خود برای شما میتم. من جان شما را از شما نمیگیرم بلکه جان خود برای شما میتم تا که اگر شما ایمان بیارین نجات بیافین. ما در دنیای بسیار پر از جنجال زندگی میکنیم. ماه نوامبر که تیر شد ما در رسانه ها در اخبارها خواندیم که بیش از 5,000 انسان به نام مذهب کشته شد. حادثه پشاور هنوز هم 2 روز گذشته و چقدر مشکل است که ما سرش فکر بکنیم که چطور امکان داره که انسانها حتی هم زبان و هم مذهب هم فکر هر دو جانب عین چیز ناله میکنن و اما یکیشان میایه دیگهشان میکشه. و او هم اطفال 12 تا 16 ساله که قلم در دست داشتن، کتابچه در دست داشتن که و اوجا علم فرا بگیرن، علم حاصل بکنن. مادرایی که رنج دیده، پدرایی که رنج دیده، برادر و خوارایی که رنج دیده، اقاربی که رنج دیدن، شهری که در رنج است امروز شهر پشاور. واقعا وقتی که سر از یاد فکر میکنیم چطور امکان داره که مردم در نام خدا یک قسم یک جرم مرتکب شود، قدر یک جرم وحشتناکه که حتی کودکا را بکشند در نام مذهب. واقعا این تماما از خاطر گناه ما انسان هاست. ما گناهکار هستیم و ما باید به خدا بر بگردیم و عیسی مسیح برای ما اونمو خبر خوش است که او نجاتگر ماست. او ما را از تمامی ازی گناه، نفرت ها، کینه، بغض، انتقام، از خون ریزی، خون آشامی، از کدورت، از تمامی از این بدبختی ها نجات میده، چرا که نام از او نجاتگر هست. او منجی است، او منجی زیبا هست. او خداوندی است
که به خاطر ما انسان ها به صورت انسان آمد تا که گناه های ما را بالای خود بگیره و ما را از مشکلات، از مصیبت، از گناه، از جهنم، از قهر خدا نجات بده. ما در کتاب اشعیای نبی فصل 53 بسیار واضح می‌خوانیم که از زخم‌های او ما شفا یافتیم. نه که او برای ما زخم بده، بلکه او زخمی شد، او کوبیده شد، او زده شد تا ما را نجات بده، تا ما را شفا بده. اوست عیسی مسیح. اشعیای نبی بسیار بسیار مقبول در مورد ازی تحفه خدا گفته، زیرا فرزند برای ما متولد شده و پسر برای ما بخشیده شده. بخشیده شده. به او قدرت و اختیار داده شده است و نام او مشاور عجیب، خدای قادر، پدر جاودانی و سلطان سلامتی می باشد. بر تخت سلطنت داود می نشیند. قدرت و اختیار او روز افزون بوده، تا به ابد پادشاهی می کند. پایه سلطنتش بر عدل و انصاف استوار بوده و پادشاهی سلامتی او انتهایی نخواهد داشت. انتهایی نخواهد داشت. ایست عیسی مسیح و ایست پیام عیسی مسیح. او شما را دوست داره و او میخواهد که شما به او برگردین. من یک دعا میکنم و بعد از این دعا پیام امروز از برادر عزیزم شعیب جان میشنویم. و اگر شما سوال دارین در مورد عیسی مسیح، خواهش میکنم برای ما زنگ بزنین. تلفن ما که از استودیوس فی الحال کار نمیکنه و اما تلفن پیش ما است. شماره اسکایپ مرا لطفا نوت بکنین. اسکایپ، آدرس اسکایپ است افغان میدیا. شما میتونین به او زنگ بزنین، افغان میدیا. و شماره تلفن است 901 313 44 51. بازم براتون تکرار میکنم، کد آمریکاست 001 و بعد از او 901 313 44 51. دوران برنامه و یا بعد از برنامه، هر وقت که شما زنگ میزنین ما کوشش میکنیم برای شما پاسخ بدیم. وطندارای عزیز ما، از دیروز تا از روز سه‌شنبه تا امروز ما بیش از 200 تلفن گرفتیم از وطندارای عزیز ما. شما میفهمین که در این ما تنها 4 نفر آمدن شهادت دادن و گفتن که حسین اندریاس، من میخوایم یک چیز را اقرار بکنم. من شما بسیار زیاد نفرت داشتم و اما خداوند عیسی مسیح زندگی مرا تغییر داد. آیا مرا میبخشین؟ وطندار عزیزم، مسیحیان را خداوند گذاشته بر عزیزی که ببخشیم. چرا که عیسی مسیح بر صلیب بود، او مصلوب شد. گفته ای پدر تو یارا ببخش. چرا که نمیفهمن چی میکنن. و چی باشه با او کسی که اقرار میکنه و به عیسی مسیح ایمان میاره؟ چقدر راه مسیح زیباست، چقدر راه مسیح زیباست که برای ما حکم شده که حتی دشمنایتان دوست داشته باشین. و کلام خدا میگه از زمین مردم میشناسه که شما پیروی ما هستین وقتی که شما یکدیگر را هم دوست داشته باشین. ما مسیحیان را یکدیگر را دوست داریم، بلکه حتی دشمنای خود دوست داریم. کسایی که برای ما اذیت و آزار میرسانه، کسایی که برای ما فحش میگه، کسایی که برای ما بد میگه، کسایی که ما را زیر شکنجه میبره، ما او را دوست داریم در نام عیسی مسیح. ای خداوند، تو را شکر میکنیم برای محبت تو. ای خداوند، شکر میکنیم به خاطر از اینکه تو ما را بسیار زیاد دوست داری. برکت ما بیتی ای خداوند امروز وقتی که کلامت میشنویم. کمک ما بکو ای خداوند وقتی که ما امروز از پیامت از برادر عزیز ما شعیب جان در مورد آمدن نجاتگر بشر میشنویم. خدایا تو برکت بتی، ای خادمت از روحت پر بکو و برنامه هایش برکت بتی ای خداوند. که خواهر ما مریم که برنامه دارن، خدای عزیز تو برکت بتی. وطن عزیز ما را برکت بتی، برکت عیسی مسیح، برکت سلامتی عیسی مسیح را بتی. پدرها و مادرایی که و اقاربی که برادرها و خوارایی که عزیزای خود از دست دادن در پشار ای خداوند، تو با باش ای خداوند.
تو مرهم بگذار قلبهای زوروار لمس کو بگذار که وا حقیقت تو را بشناسند. به نام مقدس خداوند و منجی بشر عیسی مسیح آمین. یک تلفن میگیریم. برادر عزیزم ابراهیم جان ستاره مشی جوړ خوشاله اوسې اندریاس جان زه غواړم چې نن د محبت د تلویزیون په نمایندګۍ او د خپل ځان د طرفه د پېښور د غمګینې پېښې په اړه باندې خپل پیغام د پاک خدای د کلام د روی ورته بیان کړم. بفرمایید برادرم. ګران او محترم او عزیزان او ورونو او خویندو چې تاسو دغه پېښور په ډېره غمګینه پېښه کې خپل عزیزان اولادونه له لاسه ورکړي او هغوی نور چې زخمیان دي د خپل غم شریکۍ پیغام د محبت د تلویزیون له پروګرام له طریقه تاسو ګرانو پښتنو عزیزانو ته بیانوم. ځکه د پاک خدای کلام فرمایي چې تاسو د نورو خلکو په غم کې شریک واوسئ او هغوی چې غمګین دي ورسره غمګین شئ او هغوی چې خوشحالي کوي خوشحالي ورسره وکړئ. همداسې د پاک خدای کلام د انجیل شریف د رومیانو په باب 12 باب په 12 آیت څخه 23 آیتو پورې لیکي چې د موږ تاسې د ایماندارانو دپاره فرمایي او وایي چې تاسې په خپلو کې مینه سره ولرئ او مینه د تاسې باید لکه د ورونو په شان غوندې وي او امید د تاسې باید د تاسې د خوشحالۍ سبب وي او په رنځ او مصیبتونو کې صابر واوسئ. او همداسې کلام د خدای فرمایي چې تاسې د دعا څخه هیڅکله مه ستړي کېږئ او هغوی چې تاسې ته جفاوې رسوي تاسې هغوی ته برکت د پاک خدای څخه وغواړئ. او همداسې فرمایي چې تاسې هیڅکله بدۍ د بدۍ په وس کې بدي مه ورسره کوئ او ټول خپل د نیک وکړئ او په نیکۍ کې کارونه سرته ورسوئ. او د پاک خدای کلام فرمایي چې هیڅکله تاسې انتقام مه اخلئ بلکې خپل انتقام پاک خدای ته پرېږدئ ځکه چې هغه عادل دی. او که چیرې د تا دښمن تږی او وږی وي هغه ته اوبه ورکړه او ډوډۍ ورته ورکړه. او همداسې فرمایي کلام د خدای چې د بدۍ مه مغلوبېږئ بلکې بدۍ په نیکۍ سره مغلوبې کړئ. نو ګران اندریاس جانه زه د هغې شاعرې د پښتنې شاعرې چې ویلي دي وایي چې زموږ وطن نور د وینې رنګ او تورې نه خوښوي بلکې زموږ وطنونه اړ دي دې ته چې د سولې پیغام واروي او سوله مینه خوښوي او ارامتیا خوښوي نه د وینې رنګ نه د تورې نه د ټوپک. نو په دې خاطر دی چې موږ د ګران عزیزانو ته د پاک خدای څخه د صبر دعاوې کړو او پاک خدای دې هغوی ته چې زخمیان شوي په دې حادثه کې کامله شفا ورته ورکړي. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه وکړه. پاک خدای دې دې ته صبر جمیل صبر په نصیب ور وګرځوي. ډیره بخښنه ګران اندریاس جان ستاسو وخت مې ونیوله. خواهش میکنم. بسیار بسیار تشکر. ډیره مننه وروره. بسیار تشکر از پیامتان و ما ایمان دارم که به گوشهای کسایی که رسیدن خداوند برکت میتواره و خداوند کمک میکنه که یک بار به طرف عیسی مسیح ببینن. بسیار تشکر برادر ابراهیم. جور آرام باشی. خدای دې برکتونه درکړي. شما برادرم. خداحافظتان. خدا را شکر میکنیم. برادر شعیب وطندار بسیار عزیز ما مانده نباشین و خداوند شما را برکت بده و
پیش از اینکه ما شما دعوت بکنم که از کلام خدا بخش بکنین، وطندارای عزیز من خواهش میکنم که سری هم به وبسایت برادر عزیز من شعیب جان بزنن. در اوجا بسیار برنامه‌های قشنگ و خوبی را برادر عزیز من تهیه میکنه که خواهر من، که شما حتما برکت بسیار زیاد میافین ازشان. و آدرس وبسایتشان است www.zindagi.tv زندگی.tv. خداوند شما را برکت بده. شعیب جان مانده نباشی، وطن داریم. سلام حسین جان، سلام همچنان به تمام کارکنای برنامه تان و به تمام بیننده های ما در هر کجایی که هستن برسه. امیدوار هستم که همتان جور و صحتمند باشین. بسیار بسیار تشکر. خداوند شما را هم برکت بده. برادر عزیزم، برادرم هادی جان نوشته میکنن در مورد ترجمه چیزی که ابراهیم جان گفتن. برادر عزیزم، برادر ابراهیم دعا کردن در مورد حادثه‌ای که در پشاور شد که خداوند صبر بده و خداوند کمک بکنه قلب‌ها را مرهم بگذاره و خداوند کمک بکنه که آشتی و سلامتی عیسی مسیح در زندگی مردم بیاید. بسیار تشکر هادی جان. بفرمایین برادریم. بله دوستا، واقعا ما جگرخون شدیم از خبر را که در پشاور شنیدیم در این مدرسه یا مکتبی که بود که بیگناه اطفال معصوم کشته شدن. و همانطور که ما از کشته شدن هزارها که در کویت پاکستان چند بار هزارها کشته شدن، همانطور ما غمگین و جگرخون شدیم، گریه کردیم. همانطور هم به پشتونها که در پشاور کشته شدن غمگین و جگرخون هستیم، به خاطر از اینکه کشتن انسانها یا تروریسم یا انتحاری یا کشتن بیگناه انسانها جای و قوم و زبان نداره. در کلام خدا ما میخوانیم در یوحنا فصل 10 آیه 10 که میگه دزد میآید که دزدی کنه و از بین ببره، اما عیسی مسیح میآید که زندگی بده و زندگی رو به شکل کاملش. دزد هر جایی که باشه بر دزد، برای کسایی که زندگی رو از بین میبرن، هیچ نه قوم مطرح هست، نه زبان مطرح هست، نه سن و سال، نه زن، نه مرد، نه طفل، نه جوان. او همه جای از بین میخواد ببره. اما عیسی مسیح میخواد به همه از اینا نه تنها زخم‌های از اینا رو شفا بده، بلکه به همه از اینا زندگی ببخشه. و این است پیام عیسی مسیح. پیام عیسی مسیح همی است. امروز من در اخبار شنیدم که مسیحیای پاکستان، مسیحیای پشاور، حتی مراسم تجلیل از کریسمس اونا لغو کردن. در امی روزها تمام مراسم لغو کردن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه با امی شاگردای مکتب که اکثریت از اونا مسلمان ها بودن، اینا چی کنن؟ غم شریکی کنن، به خاطر از اینکه اینا را کمک کنن، به خاطر از اینکه امی زندگی را که عیسی مسیح به ما مسیحی ها داده، اینا را با اونا هم بتن و بگوین بر از اونا که عیسی مسیح اونا را دوست داره. عیسی مسیح میخواد که امو زندگی کامل را به همه مردم دنیا، بخصوص به کسایی که داغ دیده، به کسایی که رنج دیده، به کسایی که زخم یافته برسانه. و همین خبر خوش که شما گفتین، همین خبر خوش است. دوستای عزیز، در این روزها، این هفته ها شما میفهمین که تمام مسیحی های دنیا، پیروای عیسی مسیح در دنیا، روز تولدی عیسی مسیح را جشن میگیرن. اما بر ما شخصا، بر ما و خانواده ما امسال با سالهای دیگه فرق داره. شاید برای شما هم حسین جان فرق داشته باشه، به خاطر از این که شما خبر دارین که چند هفته قبل انتحاری هایی که در افغانستان شد و حتی امروز هم یک انتحاری شد، این همه ما را چی میکنه؟ ما را جگرخون میسازه. بله. چرا؟ عیسی مسیح مردم ما را دوست داره. عیسی مسیح میخواد به مردم ما زندگی بده. بله. عیسی مسیح میخواد زندگی را کامل بده. همچون در پاکستان یاد شد، این کریسمس یک اندازه فرق داره، ولی به هر حال ما میخوایم دوستا که خوشی امی قلبی را که عیسی مسیح در ما داده، بر ما داده، این را هم با شما شریک بسازیم. و در مورد از آمدن از این نجات دهنده عیسی مسیح که نجات دهنده تمام بشر است، صرف نظر از اینکه در کجا هستین، صرف نظر از اینکه مربوط کدام قوم هستین، سفید، سیاه، زرد یا پشتون، ازبک، هزاره، تاجک، هر کسی که هستین، عیسی مسیح آمده که ما را نجات بده. او آمد و اولین اعلانی که در مورد آمدن عیسی مسیح شد، ببینید دوستان، ما در کلام خدا میخوانیم. میشه حسین جان شما از لوقا فصل اول آیه 26 تا 35 بخوانین؟ بالکل برادر، اینجا روی پرده هم هست و ما میخوانم.
در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در ولایت جلیل واقع است به نزد باکره‌ای که نامزد مردی به نام یوسف از خاندان داود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی یعنی یشوع خواهی گذاشت. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مرد رابطه نداشتم. فرشته به او جواب داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. آمین. آمین. واقعا دوستا ببینین در اینجا خداوند از طریق پیامبرای زیاده قبل از آمدن عیسی مسیح در مورد مسیح موعود پیام‌هایی روان کرد که بر تمام مردم او ابلاغ شد و اشعیای نبی و دیگر حتی داوود پادشاه و دیگرها هم حضرت موسی همه این پیام‌ها را دادند. اما وقتی که آمدن عیسی مسیح نزدیک شد، این پیام را به یک دختر عادی داد. این پیام را بر فریسی‌ها رهبرای مذهبی نداد. این پیام را به دختر فریسی حتی نداد، یا به دختر یک رهبر مذهبی نداد، یا به دختر یک پادشاه یا کسی که بسیار ثروتمند باشه یا مذهبی بوده، بلکه این پیام را به یک دختر بسیار عادی، یک دختری که مصروف، یک دختر جوانی که شاید سن 16-17 بوده باشه یا خردتر، یا مثلا جوانی که مصروف کارهای خانه خود بوده و خداوند را پرستش میکرده، و این پیام میته. از این پیام ما چی درس میگیریم؟ از این پیام این درس میگیریم که خداوند میخواد که چی کنه؟ ما را نجات بده. و خداوند این دختر عادی را، مریم، به خاطر از این انتخاب کرد، به خاطر از اینکه خداوند میخواد که همه انسان ها را، مردم های عادی را که به نظر ما شما بسیار پیش پای افتاده است، اونا هم در پیش خدا، در پیش چشم خدا، اونا چی هستند؟ مهم هستند. هر کدامشان مهم است. یعنی امی اطفال، خانم ها، همه کسا، حتی که زجر میبینن یا خشونت میبینن، اینا در نزد خدا مهم هستند. و اینجا خداوند هم چی میگه؟ و این میگه در اینجا شنیدیم که میگه حامله میشی. و مریم چون باکره بود این سوال میکنه چطور امکان دارم؟ به حساب ما و شما میگه چطور امکان دارم حامله شم؟ من باکره هستم. اما فرشته میگه تو از روح خدا. یعنی چی است؟ تا در تاریخ بشر دوستا ببینین، ما و شما همه امروز اینترنت است، میتونیم سرچ کنیم هر چیز. تاریخ بشر کسی امروز بدون پدر و مادر تولد نیافته. تنها عیسی پدر و مادر جسمانی تولد نیافته. تنها عیسی مسیح بود که در تمام دنیا، در تاریخ دنیا چی شد؟ بدون پدر از روح خدا تولد یافت و او در رحم باکره نطفه از او با وجود آمد که این چی بود؟ واسطه روح خدا بود. این خودش یک معجزه بزرگ در دنیا است که نه پیش از آمدن عیسی مسیح اجرا شده بود و نه بعد از او. این بسیار درس مهم است که بر همه باید یاد بگیریم. و به این خاطر است که در آیت میگه او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. ببینید دوستا، وقتی ما عیسی مسیح بارها میگیم، وقتی ما میگیم عیسی مسیح پسر خداست، در کلام خدا گفته شده اول، و دومی که مقصد ما روابط جسمانی نیست، بلکه اینجا روابطی است که اینجا گفته شده او از روح خدا، او از روح خدا و او پسر خدا نامیده خواهد شد. و این در کلام خدا است که ما این درس را میگیریم از این آیات. همچنان ما میبینیم که نام ازی توسط فرشته، نامی که باید سر عیسی مسیح گذاشته شود
توسط فرشته اینجا ابلاغ میشه. میگه نام از او را عیسی یا یشوع خواهی گذاشت. یعنی این معجزه دیگه است که فرشته میگه نام از این باید عیسی باشه، که ما بعدتر میگیم که نام عیسی مسیح چی معنا میده. و اینجا خصوصیات از این را ببینید که میگه خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. جدش داوود، ما شما همه میفهمیم که مریم از خاندان داوود بود و او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایان نخواهد داشت. اما دوستا اینجا وقتی در کلام خدا میخوانیم که پادشاهی او هرگز پایان نخواهد داشت، مقصد از پادشاهی از این دنیا نیست. مقصد از پادشاهی از این دنیا که یک نفر باید بسیار قوی باشه، باید بسیار لشکر بکشه، باید بسیار پادشاه ها همینطور هستند در دنیا در طول تاریخ که باید بسیار لشکر داشته باشه، عسکر داشته باشه، چقدر جای زیاد میگیره. بلکه اینجا پادشاهی عیسی مسیح پادشاهی قلب هاست، پادشاهی خدا در این دنیاست. به این معنی است که در قلب ما پادشاهی میکنه عیسی مسیح، انسان ها را میخواد تغییر بده، نه به زور شمشیر، نه به زور مذهب، نه به زور از این که کس خدا بکشه یا کس دیگر بکشه، بلکه چی؟ به زور روح خدا. و چی؟ به زور محبت خدا. آمین. محبت خدا زور داره، محبت خدا قدرت داره، روح خدا قدرت داره. این پادشاهی خداست، این پادشاهی عیسی مسیح، نه پادشاهی از این دنیا که مردم میکشن به خاطر مذهب، نه پادشاهی از این دنیا که مردم لشکر میکشن، تانک میبرن، سرباز میزنن، نگار میکشن. این پادشاهی عیسی مسیح نیست. پادشاهی عیسی مسیح چی است؟ پادشاهی خداست، یعنی پادشاهی قلب های ماست، پادشاهی روح خداست، پادشاهی محبت خدا است و پادشاهی ابدی است. با اجازه تان به ادامه زمین، چون در اینجا نام داوود گرفته شده، خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او خواهد داد، چون خدا از طریق انبیا وعده داده بود و به داوود هم وعده داده بود که از طریق خاندان تو نجاتگر بشر در این دنیا میآید. از همین خاطر ما میگیم جدش داوود و کلام خدایی را میگه. و بسیار جالب است که داوود پادشاهیش از بین رفت، سلیمان پادشاهیش از بین رفت، تمامی پادشاه های دیگه پادشاهیشان از بین رفت، چون تمامیشان میموره، خلاص میشه. بهترین پادشاه ها که صاحب قدرت و هر چیز بودن از بین رفتمو. امو یک شعر اردوست شعیب جان برادر عزیزم در مورد اسکندر مقدونی. خوب میگه که اجڑ گیا و باغ جسم لاک مالی थे، یعنی او باغی که دمابینش 100,000 کارگر کار میکرد او از بین رفت. سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. وقتی که سکندر از این دنیا رفت هر دو دستش خالی بود، یعنی هیچ چیزی از او باقی نماند به جزی که در تاریخ ما میخوانیم. و یعنی پادشاهی از او از بین رفت. امروز پادشاهی سکندر در دنیا نیست، با وجودی که پادشاهی بسیار بزرگ بود. و پادشاه های دیگر در دنیا آمدن که پادشاهی کردن و صاحب کلان پادشاه بودن. در وطن ما و شما ما پادشاه داشتیم، ظاهرشاه صاحب بود که او هم فوت کردن و رفتن و پادشاهیش خلاص شد. و اما اینجا کلام خدا بسیار جالب، اما قسمی که شما گفتین که پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت، نه تنها در قلب ما در این دنیا بلکه برای ابدالآباد و پادشاهی سلامتی می باشه و این از بین نمیره. بله بسیار. یعنی ببینید در اینجا فرشته به مریم اعلان کرد و پادشاهی عیسی هرگز جاودانی است، هرگز از بین نمیره. بله. اعلان دوم فرشته به نامزاد مریم بود. شما در متی فصل اول ما بر شما میخوانم آیه 20 تا 25 اینجا نوشته شده، گفته شده یوسف یعنی نامزاد مریم هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد. وقتی که در آیات قبلی ما آیه 18 میخوانم نوشته شده تولد عیسی مسیح چنین بود: مریم مادر عیسی که نامزد یوسف بود پیش از آن که به خانه شوهر برود از روح القدس حامله دیده شد. یوسف که مرد نیکوکار بود و نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود. قربان جان روی خط باشین، لطفاً روی خط باشین، کتان صحبت میکنیم. یک دقیقه برادر معطل باشین. بفرمایید. بله برادریم. بله. ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی یشوع خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
ببینید دوستا، در اینجا گفته شده این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برساند. خداوند چی پیشگویی کرده بود؟ دختر پاکدامن حامله شده پسری خواهی زایید که امانوئل یعنی خدا با ماست خوانده خواهد شد. یوسف از خواب بیدار شد و مطابق امر فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او هم بستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد. آمین. آمین. ببخشید برادریم، امی یک وطندار ما روی خط هستن، میگیریم و بعد از او در مورد از این آیاتی که شما گفتین صحبت میکنیم. قربان جان وطندار عزیز ما مانده نباشی، بفرمایید. بخیر جانتون جور از خیرت. بسیار بسیار تشکر. بسیار تشکر. بفرمایید. در چیز هستین؟ بخش زنده خونه است؟ بخش زنده است. خب تلویزیون هستین؟ بله بله. خصوصا اسم زایمتون نمیشم خیلی باز پسان زنگ بزنم. حتما وطندار پسانتر صحبت میکنیم. بسیار تشکر. خداحافظتان. بله برادریم. بله در اینجا ببینید یوسف یک مرد خدا بود و این نمیخواست که در اون زمان نامزادی وقتی که یهودا نامزاد میشدن رقم از مادر ازی بود که او همیشه دیگه خانم از او میشد از اون وقت نامزادی، رقمی که در حقیقت رقم نکاح امروز واری بود و ای به خاطر که خانم خود نشرمانه این میخواست به شکل بسیار به حساب مخفی یا چی از او جدا شود. اما فرشته خدا ظاهر شد در خواب ازی و به ای اعلان کرد که ای یوسف پسر داوود از بردن مریم به خانه خود نترس. ببینید به مریم هم فرشته خدا گفت نترس. امروز به نامزدش میگه نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. ببینید در اینجا باز هم فرشته خود را اعلام میکنه و یوسف همونطور که فرشته خدا اعلام میکنه همونطور شد و مریم با خود یک جای برد و در اینجا در آخر هم گفته شده دوستا. ببینید در اینجا بسیار مهم است که بر مسائل باریک کلام خدا ما مد نظر داشته باشیم که در تولد عیسی مسیح هیچگاه انسان نقش نداشته. در اینجا چی گفته؟ گفته که اما آیه 25 گفته اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او هم بستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد. یعنی هیچ گونه نقش یوسف نامزاد مریم داشت اما در تولد عیسی مسیح هیچ گونه نقش نداشت. این بسیار مهم است از لحاظ جسمانی که ما شما باید به این امر توجه کنیم. بله. و سومین اعلان هم به چوپانان بود. میشه شما از لوقا فصل 2 آیه 1 تا 16 بخوانید؟ حتما. بله. در اینجا نوشته است در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود بود. او مریم را در این موقع در عقد او و حامله بود به همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشت، وقتی تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد، او را در قنداق پیچیده در آخور خوابانید، زیرا در مسافرخانه جای برای آنها نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود نگهبانی میکردند. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. اما فرشته گفت نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم. خوشی بزرگ شامل حال شما شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگ از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را ستایش کرده می گفتند خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آن فرشتگان
آنها را ترک کردند و به آسمان رفتند. چوپانان به یکدیگر گفتند بیایید به بیت لحم برویم، واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخور خوابیده بودند پیدا کردند. آمین. بله دوستا، ببینید در اینجا اول گفتیم خداوند اعلان آمدن عیسی مسیح را به یک باکره، به مریم با یک دختر عادی، دختر جوان عادی که مصروف کارهای روزمره خود بوده به این کرد. یعنی دختر فریسی نبود، دختر رهبر مذهبی نبود. دوم، فرشته خداوند ظاهر شد به یوسف که یک مرد خداپرست، یک مرد بود که یک نامزاد عادی، امی مریم باکره بود. سوم، با چوپانها. در اون زمان دوستا چوپانها، امروز هم ما میبینیم چوپانها شاید ولی کسایی بودن که با چوپانها مردم اونقدر تماس نداشتن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه چوپانها چون همه سر و کارشان با گوسفندها بود و با همیشه در دشت و بیابان بود، اینا اونقدر زیاد پاک به حساب نبودن. اینا مردم دیگه اینا را چی میدانستن؟ اینا را کثیف میدانستن، چون اینا اونقدر زیاد شاید مسائل نظافت خودم نمیگشتن و همیشه چون از گوسفندها اینا میکردن میدن گوسفندها کس نبره، گرگ نخوریش، یک کارا اینا اونقدر زیاد پاک نبودن. به این خاطر مردم میدیدن واره حقیر میدیدن، به خاطر اینکه امو کارشان به سویه بعضی کسا نبود، از این خاطر واره حقیر میشمردن. مثل دنیای امروز واری، در دنیای امروز هم اگر کسی نکتایی میپوشه و یک کم خوب سعیس و یک قماندان صاحب است یا مامور یا رئیس صاحب است، هر کسی میده و احترام میکنه، و کسی که بیچاره در سرک افتاده یک ریزه تبنگ داره او رو قدر مردم در فکرش نیست. امروز هم این حالت است. بله همین میگه. بس که خداوند چی میکنه؟ فرشته خداوند در اینجا به عمو چوپانا خود را نشان میده. و همین گپی که شما در آغاز گفتین، با چوپان چی میگه؟ با چوپان میگه که نترسید، من برای شما مژده دارم، یا عمو خبر خوش که شما در آغاز گفتین، همین خبر خوش دارم که فرشته گفته نترسید، من برای شما مژده دارم، خوشی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. یعنی این خوشی بزرگ همین آمدن یا تولدی عیسی مسیح است که بر مردم یهود و همچنان بر غیر یهود، بر تمام مردم عیسی مسیح تولد شد تا اونا را از گناهانشان نجات بده. ما قبلا در آیات قبلی خواندیم اعلان چهارم هم ای است که 800 سال قبل از عیسی مسیح اشعیا کرده بود و اشعیا در فصل یکی از پیامبران در فصل 7 اشعیا آیه 14 ما میخوانیم، میگه که پس در این صورت خداوند خودش علامتی به شما میدهد و آن این است که باکره حامله شده پسر به دنیا می آورد و او را امانوئل یعنی خدا با ماست می نامد. ببینین دوستا، این امانوئل یا خدا با ماست، این اعلانی است که بر همه مردم دنیا است. امروز بر کسایی که در این 2000 سال از تولدی عیسی مسیح میگذره، عیسی مسیح در دنیا آمد، معجزه ها کرد، مرده ها را زنده ساخت، فلج ها را صحت داد، شفا داد، کورها را بینا ساخت، کرها را شنوا ساخت، در صلیب کشته شد و روز سوم دوباره زنده شد. 2000 سال میگذره که امروز عیسی مسیح زنده است و تا ابد زنده است. آمین. او تغییر نکرده. امروز اونمو خدا با ما است. برای شاگردایی که زخمی شدن در مکتب در پاکستان با اونا است. با خانواده هایشان است. امروز با هزاره هایی که در کویت در ماهای قبل، سالهای قبل اونا زخمی شدن یا رنج دیدن است. امروز با مسیحی های افغانستان، امروز با مسیحی های ایران. امو امانوئل، امو عیسی مسیح است. خدا با ماست. او درک میکنه. او اونا را، حتی ما در کلام خدا دوستا ما میخوانیم که نوشته شده وقت عیسی مسیح به اورشلیم دید او گریه کرد. یعنی چی است؟ خدا وقت رنجهای ما را میبینه، خدا درست است خدای بزرگ است، خدا درست است خدایی است که همه قدرت داره، ولی وقت رنجهای ما را میبینه، وقت حالت ما را میگیره، او هم با ما چی میکنه؟ گریه میکنه. چون خدای ما
ببخشین، چون خدای ما شخصیت داره، ایجاز خدای ما میخواد رشته داشته باشه با ما. با اجازه تان تلفن سیاوش جان میگیریم. قبلا وحید جانم تلفن کرده بودن اما متاسفانه قطع شد، تلفنشان گرفتن نتونستیم. وحید جان شما میتونید دوباره زنگ بزنین و او وحید جانم سلام های خود میفرستن برای تمامی و از سیاوش جان میشنیم. سیاوش جان مانده نباشین، روی خط هستین. بسیار تشکر از تلفنتان، بفرمایین. عرض درود دارم خدمت شما برادر حسین و مهمان محترم برنامه‌تون. بله شعیب جان، بسیار تشکر برادریم، بفرمایین. خیلی تشکر میکنم. من سیاوش هستم، از ایران تماس میگیرم خدمتتون و حدود 4-5 سالی هست که به مسیح خداوند ایمان آوردم. هللویا. و قربان شما ممنونم. به هر حال ما چون در ایران وضعیتی است که همه خبر دارن که کلیساهای ساختمانی رو میبندن و کلیساهای خانگی هم اینها قاچاقی محسوب میشه و جرم هست و دولت اینها رو دستگیر میکنه، اعضایش رو و به زندان متاسفانه میفرسته. من واقعا برام سوال هست که خب این کلیساهایی که هستن در ایران خصوصا به خاطر اینکه مردم کلیسا ندارن مجبورن برن به این کلیسا. من میبینم خادمین عزیز میگن که به کلیسای خونگی برید، رفت آمد داشته باشید یا کلیسا تشکیل بدید. میخوام ببینم با این اوضاع ایران، با این شرایط و اینکه میدونید ما ایمانداران ایران چه خطرها و چه جفاهایی رو باید تحمل کنیم. باید بترسیم که مبادا توی یک خیابونی یک نفر متوجه بشه که ما مسیحی هستیم و گزارشش رو بده و بیان ما رو دستگیر کنن. و من خودم دوست ندارم واقعا و خیلی از ایمانداران هستن دوست ندارن که واقعا دستگیر شدن ما توی این کلیساهای خونگی یه خوراک خبری باشد مثلا برای رسانه‌های مثل BBC و این ور و اون ور. من ازتون سوال داشتم که با این شرایطی که ایرانی‌های ایماندار دارن، آیا شما سلام میدونید واقعا ما به کلیساهای خانگی بریم و در واقع جونمون به خطر بیفته؟ بله برادر عزیزم، بله سیاوش جان ادامه برنامه را گوش بدین. من حتما برای شما پاسخ میتونم. بسیار تشکر از تلفنتان، حتما ما براتون پاسخ میتونم. بسیار مهم است سر از ما توجه کنیم و ما از فصل 5 انجیل متی بعض چیزا رو برای شما میگم. اگر شما لطف کرده تا او وقت فصل 5 انجیل متی را واز کنین، باز ما از این حتما براتون جواب میتونم. و همچنین از عزیز جان تلفن گرفته بودیم، تلفنشان متاسفانه قطع شد. امیدوار هستم که دوباره بتونیم کاتشان وصل شوم و بتونیم کاتشان صحبت بکنم و متاسفانه قطع شد. عزیز جان بسیار تشکر برادر عزیز ما، وطندار ما. لطفا دوباره زنگ بزنین و ما میتونیم که شما صحبت بکنیم اگر چیز گفتنی داشته باشین. شعیب جان با اجازهتون من یک چند آیات عزیز برای عزیز وطندار عزیز سیاوش جان میخوانم. سیاوش جان کلام خدا برای ما بسیار واضح است که وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم مشکلات ما کم نه زیادتر میشه. به خاطر از اینکه عیسی مسیح امی حصه خوشحال به حال ها را که ما اگر میخوانیم که شروع میشه از آیت 3، خوشا به حال کسانی که از فقر روحانی خود آگاه هستند زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. آیت اول در مورد گناه ما صحبت میکنه که اگر ما به گناه خود اقرار میکنیم خوشا به حال ماست چون که پادشاهی آسمانی از آن ماست. و اما امیر اگر ما ادامه میتیم در آخرش در اینجا نوشته است در آیت 10 خوشا به حال کسانی که در راه عدالت جفا میبینند زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من شما را خوار میشمارند و جفا میرسانند و به ناحق هر گونه تهمت به شما میزنند. خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است چون همین طور به انبیای پیشین نیز از شما جفا میرساندن. خب این بسیار آسان است که بر حسین اندریاس که در یک شهر پر امن در آمریکا زندگی میکنه و در اینجا نشسته و این چیزها را بگوید. بسیار هم آسان است. بله. و اما وطندار عزیز ما شهادت خود برتان میگم، ما 10 سال به همین ترتیب در زیر جفا بودیم. ما در ایران در کشور خودش ما در ایران زندانی شدیم به خاطر از اینکه ما کلام مقدس گرفتار کردن و ناخنای ما هنوز هم the camera if you can please zoom to my finger please ناخنای ما هنوز هم
سیم های برق در اینجا دارم ما، در این ناخونای ما که مرا در برق دادن و شکنجه دادن به خاطر از اینکه مرا که کتاب مقدس گرفتار کردن. و اما هیچ چیزی مانع از این نشد که بالاخره ما به عیسی مسیح ایمان بیارم. وضعیت بسیار مشکل است، باور کنین بسیار جاد مشکل است. و من براتون میگم سیاوش جان، در افغانستان از او کده هم مشکل تر است. از او کده هم مشکل تر است. در افغانستان امی سال گذشته 4 بار ما شهادت دادیم. و من براتون ایره میگم سیاوش جان، به خدا متکی باشین. وقتی اگر شما کلیسای خانگی را پیدا نمیکنین، لازم نیست که شما بدوین پشت کلیسای خانگی. شما میتونین باز هم کت خود با خدا یک جای شراکت داشته باشین، برنامه را ببینین، کت همه قسم که برای من زنگ زدین دیگه جایا با ما مشارکت داشته باشین. به این ترتیب هم شما میتونین خدا را جلال بدین. فیض خدا که شما باشه، حتما برتان دعا میکنیم. عزیز جان، برادر بسیار بسیار عزیز من، مانده نباشی، روی خط هستین. بله سلام، من نیرسن هستم برادر حسین. خواهر عزیز من، بسیار میبخشین. شما جور هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. شما چطور هستین؟ خدا را شکر. خانواده خوب هستن؟ سلامت باشین. فیض برکت ملکوت خداوند عیسی مسیح همراه شما، همراه فامیل شما و همراه مهمان شما برادر شهیب و فامیل اونا باشه. بسیار بسیار تشکر. بعد از بسیار بسیار دیر از شما شنیدم. واقعا خوشی من دوبالا شد. خواهر عزیزم بفرمایین. خواهش میکنم. گرچه خودت برادر حسین از این واقعی که در افغانستان است و در یک ماه زیادتر که انتحاری ها است در کابل و مخصوصا در 2-3 روزی که در شهر پشاور پاکستان است، خودت میدانی که همه ما زیاد نارامی و ناراحتی ها داریم. بله. اما چون ما و شما در عیسی مسیح خداوند هستیم و بازم همیشه در دعا هستیم که بر فامیلای و کسایی که اطفال خدا در مدرسه و در مکاتب از دست دادن، بر فامیلایشان از خداوند پدر از عیسی مسیح برشان صبر و تحمل میخواهیم که خداوند اونا را صبر بده و همیشه بر کسایی که این واقعه را دامن میزنه و همیشه این واقعه را میخواه که اضافه افزود کنه و فامیلا را در خون بشانه در این آمد تولد عیسی مسیح است که ما مسیحا از او استقبال به عمل میاریم. اما باز هم ما با وجود که پریشانی ها را داریم، اما ما تولد عیسی مسیح را آمدنش را جشن میگیریم. در نام عیسی مسیح خداوند. آمین. و یک شعر داشتم کوتاه که 2-3 روز است در روی خداوند امیره بر پیشواز تولد عیسی مسیح سرودیم. اگر اجازه باشه بفرمایید خواهر عزیزم. خواهش میکنم. حمد و ثنا در نام تو خدای زنده هستی. شکر و شکرانم در شان تو نجات دهنده هستی. جلال و قدرت از آن توست ای مسیح عیسی پسر خدا. تو اول هستی، تو آخر هستی، تو الف هستی، تو یا هستی. مرده بودم زنده ساختی، خلقت تازه دادی. با بخشش گناهانم کامل، در این امر والا تو یک حقیقت هستی. هللویا. ساکن در من شد روح القدوست، با اطمینان حیات جاودانی. منتخب فرزند خواندگی شدم، ای از پدران مهربانتر هستی. هللویا. دست می افرازم به سوی تو بالا، می طلبم رحمت از تو. در ملکوت خداوند تو دستگیرتر هستی. در بالهای پهناورت آشیانه عشق می سازم، چون که از هر قدرت محکم به ذات مستحکمتر هستی. آمین. فیض بخشیدی مرا در نور خود، آزادی کامل خود. آزاد ساختی در روشنایی، خود نور رحمت هستی. آمین. گفتی بشد بنا شد آن دم آسمان و زمین. گفتی بشد آفریدی خلق و خلایق.
تو خالق اعظم، تو استاد عظیم خود سندگر هستی. هللویا. دجال ربود با چال و نیرنگ، روح آزادی از آدم و حوا. خدا فرمود پسر ازلی را، عیسی تو فتیه‌گر هستی. هللویا. در قلبم آشیانه ساختی، آشیانه از عشق و محبت. مرا عاشق نمودی در عشق خود، تو خود از من عاشقتر هستی. هللویا. بنازم عشق گرم پرصفایت را، مرا در روح القدس خود از آتش گرمتر هستی. در جلال قدرت اعظم خدا، پیش پدر آبا تو یگانه تر هستی. هللویا. آمین. 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 خواهر عزیزم بسیار بسیار تشکر از شعر بسیار مقبولتان. خداوند شما را برکت بده و عید میلاد مسیح برای شما و خانواده عزیزتان تبریک میگم. بر شما مبارک باشه، بر همه مسیحیان جهان مبارک باشه و فیض ملکوت آرامش خداوند بر همه باشه. بسیار تشکر خواهریم. از طرف ما خانواده را سلام میگین. شما هم خانواده را سلام میگین. وقت گرانبایتون نمیگیرم، میفهم در لاین در خط ها زیاد همه منتظر هستن. پروگرامایت برادر میشنوم، خیلی خیلی برکت میگیرم. آنقدر برکت میگیرم که یگان وقت سر خود سرود میخوانم در خدا را خانه. شکر. تمام از خاطر محبت خداست. بسیار تشکر. بسیار تشکر. واقعا امید است که این محبت خدا در دلهای تمام افغانای ما جای بگیره. آمین. خداوند عیسی مسیح قلبایشان ملاقات کنه. یک روز باشه که بارش روح القدس در آسمان افغانستان لبریز شوه و همه بگوین هللویا هللویا. عیسی خداوند ملکوتش نازل شده در افغانستان و در ایران و تاجیکستان و کشورهای شرق میانه. خداحافظ برادر. تشکر. خداحافظ خواهر عزیزم. بسیار تشکر. برادر شعیب خداحافظ. میبینم پروگرامتان. سلام برسانید. سلام ما را بگوین. ما شهادت شما و برادر ما را چند بار در برنامه خود نشر کردیم و هموطنان ما بسیار برکت یافتند. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا را شکر. و ای جان بازم میبخشین، بازم تلفنتان گرفتن نتونستیم. بعد از برنامه شما میتونین زنگ بزنین و اما شایان جان بسیار دیر میباشه که روی خط هستن. بسیار تشکر از تلفنتان شایان. روی خط هستین، بفرمایین. هلو هلو. درود برادر. درود بر شما باشه برادر عزیزم. بفرمایین. هلو. خسته نباشید. شما خسته نباشین وطندار. بفرمایین چیزی گفتنی داشتین؟ بله، بنده میخواستم برای یکی از دوستانم در دعا باشید. من خونده بودم که در کتاب مقدس کسی که ازدواج بکنه و طلاق بگیره و دوباره ازدواج بکنه در گناه بزرگی افتاده. یکی از دوستانم متاسفانه دچار این گناه شده. میخواستم برای ایشون در دعا باشید. حتما برادر ما دعا میکنیم و دعا میکنیم. و بسیار مهم است که وقتی که شما این قسم یک موضوع را در میان میگذارین بهتر است که در برنامه زنده نبیارین. به خاطر از این کلام خدا همچنین برای ما درس میده که ما باید راز مردم نگه داریم، باید شخصا به او شخص بریم صحبت بکنیم، بعد از او پیش کس دیگه بریم از کس دیگه سوال کنیم. کلام خدا بسیار کلام واضح است در مورد از این که اگر شما گناه را در کسی میبینین اول شخصا خودتان پیشتان برین و بعد از او پیش بزرگایتان برین. و این که در تلویزیون جهانی شما صحبت میکنین یک کمی فکر نمی کنیم درست باشه و اما صدایتان شنیدیم. حتما دعا میکنیم خداوند شما را برکت بده و دعا میکنیم خداوند این شخص هم کمک بکنه. بله شاید جان بفرمایین. و همچنان دوستای عزیز ما در زمان فیض خدا زندگی میکنیم. آمین. فیض خدا، فیض بالای فیض. و فیض بالای فیض معنای از این است که شاعر میگه فیض خدا بیشتر از جرم ماست. بله. ما هر قدر گناه کرده باشیم عیسی مسیح میبخشه ما را و میگه که بارها میگه دیگه گناه نکنیم. بله بله. و ما به اساس فیض خدا، محبت عیسی مسیح، اینطور نیست که عیسی مسیح اگر کسی گناه میکنه، چی گناه باشه در مورد خانم یا اطفال یا دیگران، ولی عیسی مسیح وقتی توبه میکنیم
عیسی مسیح ما را میبخشه و میگه که دیگه گناه نکنین. آمین آمین. و برادر عزیز ما گلجان میگن تولد عیسی خداوند را بیش از پیش به شما تبریک میگم. بسیار تشکر برادر عزیزم، بر شما هم تبریک میگم. خداوند شما را برکت بده. و وطندارای عزیزم که دیگه وطندارای عزیزم که تلفن کرده بودن، خواهش میکنم بعد از برنامه زنگ بزنین. وحید جان، جمال جان و سمی جان، تمامیتان بسیار تشکر از تلفن هایتان. متاسفانه گرفتن نتونستیم تلفن هایتان چون وقت ما بسیار کم است. و اما فقط 2 دقیقه دیگه مانده. ما میخوایم برای برادر عزیز ما شعیب جان بتیم که در خاتمه پیام خود خاتمه بتن، هرچند که پیامشان کلانتر بود. و اما بسیار تشکر برادرم، بفرمایین. بله، و در آخر هم عیسی مسیح آخرین اعلان هم خودش میکنه در یوحنا 14:6 میگه که من راه راستی و زندگی هستم، هیچ کس به خدا نمیرسه جز از طریق عیسی مسیح. و این مهمترین است که عیسی مسیح یگانه راه، دوستا، یک راه نه، یکی از راه ها نه، یگانه راه یعنی تنها راه است، تنها راستی است. هرچی در عیسی مسیح است حقیقت است، هرچی در عیسی مسیح است زندگی است، هرچی در عیسی مسیح است او چی است؟ به ما آرامش میبخشد. این است که پیام از این کریسمس، پیام روز تولدی عیسی مسیح به همه ما شما از امی انجیل یوحنا است 14:6 که چی است؟ عیسی مسیح میگه من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز با وسیله من نزد پدر یا خدا نمی آید. ببینید دوستا، امروز تا وقتی که وقت است، تا وقتی که امروز دیر نشده، به عیسی مسیح، به می زندگی، به می راستی، به می حقیقت و به می کسی که او آمد 2000 سال پیش معجزه کرد، مرده ها را زنده ساخت، شفا داد و دوباره زنده شد، در صلیب کشته شد، دفن شد، دوباره زنده شد در روز سوم. به می ایمان بیارین، به می ایمان بیارین تا از زندگی کامل در امی دنیا شما بهره مند شوین دوستا. پیام عیسی مسیح، پیام کریسمس امی است دوستا. با مشکلاتی که داریم، با تمام جنجال هایی که داریم، با انتحاری ها، امروز هم در افغانستان در کابل یک انتحاری صورت گرفت، ولی این چی است؟ محبت خدا و ما ای است که خدا میگه همه تان ما دوست دارم و هر چیز زودتر ما توبه کنیم و نزد عیسی مسیح بیاییم. آمین آمین آمین. شعیب جان همین روی پرده باشین لطفاً که دعا کنیم. وطندارای عزیز ما، ایمان آوردن به عیسی مسیح بسیار ساده است. بسیاری وطندارای ما هر روز که ما صحبت میکنن، من گفتم از روز سه‌شنبه تا امروز بیش از 200 تلفن گرفتیم، باور کو. و این صبح بیش از 10 تلفن قبل از برنامه داشتیم و در برنامه تا به حال بیش از 15 تلفن برای ما آمده که چند تایشان جواب دادیم. و اما وطندارای عزیز، تلفن بکنین اگر شما میخواین در مورد نجات بیافین. خیر است، اگر مصروف است خواهش میکنیم که باز زنگ بزنین، چون که وطندارا صحبت میکنیم. اما بسیار ساده است ایمان آوردن به عیسی مسیح. از گناه های خود توبه بکنین، عیسی مسیح را داخل قلب خود به حیث نجاتگر و منجی، چون که اما قسمی که برادر شعیب گفت، او مرد، دفن شد، دوباره زنده شد به خاطر ما، به خاطر که ما را نجات بده. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. شعیب جان بسیار تشکر. خداوند تمامیتان برکت بده. آمین و آمین. در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی.